سلام، شب همگی عزیزان بخیر. امشب ممنونم که همراه ما هستیم. در این لایو ویژه با عنوان سنت و نوآوری در نگاه ایرج اسکندری افتخار داریم میزبان یکی از چهره‌های برجسته هنر معاصر ایران دکتر ایرج اسکندری باشیم. مهمان گرامی ما همینطور که گفتم آقای ایرج اسکندری، متولد 1335 در کاشمر و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر، نقاش، مجسمه ساز و پژوهشگر با سابقه 43 سال تدریس در دانشگاه هنر، مدیر و مجری پروژه‌های دیوارنگاری‌های شهری و نماینده ایران در 53مین بیانال ونیز. دیشب گفتگوی بسیار ارزشمند با استاد داشتیم درباره مسیر هنریشون در فرانسه و تجربه‌های ایشون در مرمت آثار تاریخی و نقاشی دیواری. امشب ادامه این گفتگو رو خواهیم داشت با تمرکز بر نقش سنت در آثار استاد، دیدگاه ایشون درباره تلفیق سنت و مدرنیته و در بخش پایانی هم پرسش‌های شما عزیزان رو مطرح می‌کنیم. قبل از اینکه از استاد دعوت کنم که به ما ملحق بشن، یه معرفی کوتاه از خودم داشته باشم. من مولود عظیمپور هستم، نقاش و منتقد که در سطح بین‌الملل فعالیت دارم و امشب از مجله آرت نووا با شما همراه هستم. خب ما الان دیگه استادو ازشون دعوت میکنیم که به جمع ما ملحق بشن. استاد دعوتم رو دریافت کردین؟ سلام. سلام علیکم. سلام، شبتون بخیر. شب شما بخیر. سلام میکنم خدمت مخاطبین عزیز و همچنین دستاندرکاران مجله آرت نووا که این گفتگو رو فراهم میکنن. استاد عزیز، اولی که خیلی خوشحالم که الان حضور دارین و این سخاوت رو به خرج دادین، دوباره این وقت رو برای ما گذاشتین. دیشب درباره مسیر هنریتون صحبت کردیم. امشب دوست دارم بیشتر درباره تجربهاتون در اجرای نقاشی‌های معاصرتون برای ما بگین که توی این آثار شما از ترکیب مواد روی تخته استفاده می‌کنید. میتونید درباره تکنیک‌های خاصتون و اینکه چطور به سبک شخصیتون رسیدین برای ما توضیح بدین. عرض شود که من چون یه مقدار علاقه دارم به مجسمه سازی، کارهای من خصوصا کارهای اخیرم یه خورده شبیه نقش برجسته است روی بوم. یه مقدار فکر کردم که شاید بوم اون استحکام یا اون دوام رو در فضای معاصر کمتر داشته باشه. دنبال یک متریالی رفتم که بتونم کارم رو ماندگارتر بکنم. این بود که روی تخته با متریالی که شما الان میبینین یا مشاهده کردین کار کردم و قاعدتا این متریال از تجربیات چندین ساله‌ای من حاصل شده. اولین بار شاید در زمان نوجوانی که من پیش عموم که نقاش ساختمانی بود یه مقدار کار میکردم، ایشون با ملات بتونه میساختن با ملات و من این ساخت این ملات تو ذهنم بود و اغلب با کاردک روی اون سطحی که ملات درست میکردن من بازی میکردم. این بازی کردن با ملات
خیلی خوشایند بود برام. این بود که از اون احساس استفاده کردم. الان خب کارای من تقریبا چند نمونه است. اون مجموعه‌ای که معروف هستش به عقل سرخ که شما میبینید یک ریتم ملات هست و خب روش رنگی خورده و از آینه استفاده کردم در فضاهایی که میخوام با طرحهای خاصی که استفاده میکنم. این تکنیکیه که ضمن کار، ضمن تجربه من بهش رسیدم و احساس میکنم که این متریال جوابگوی اون احساس و اون غریزه شخصی است که همون بازی هست در کاری که هنرمندان انجام میدن معمولاً روی بوم یا روی هر سطحی که دوست دارن. فکر میکنم خیلی من راضی نمیشم که با قلمو روی بوم مستقیم کار بکنم. خیلی چیز دارم، خیلی دوست دارم توی کار یک زجری یا یک زحمت یا یک چیزی رو تحمل بکنم تا به یک نتیجه برسم. کارهایی که من میکنم بسیار سخت حاصل میشه. اول خب این ملات رو درست میکنم. درست کردن این ملات خودش بسیار زحمت داره. بعد خب این ملات رو میکشم روی تخته و ممکنه مثلا 1 هفته 2 هفته بگذارم که این یه مقدار خشک بشه. روی اون گاهی با کاردک با کاتر سعی میکنم برش‌هایی رو ایجاد بکنم که متناسب با اون نقشی هستش که میخوام. و بعد خب این زمینه هنوز زمینه چیزی نیست، خیلی پایداری نیست. با چسبی که دارم روش میزنم، بعد از اون یک پاتینه خاصی رو انجام میدم. برخی از کارهای من حالت سنگواره پیدا میکنه. وقتی شما نگاه میکنید احساس میکنید که این نقشه برجسته سنگی هستش. برخی دیگه خب اون بازی ریتم رو داره که با اون خب به یه مجموعه خوبی رسیدم توی کار. استفاده از آینه در کنار این به اصطلاح بازی ریتم خودش یه جذابیت رو میده به کار. همچنین برای مخاطب هم خیلی جالب هست. من فکر کردم که خیلی وقت بود که فکر میکردم چطور میتونم از آینه‌ای که در فرهنگ سنتی ما استفاده شده برای تزیین دیواره خیلی از امامزاده ها، خیلی از ساختمون هایی که در قدیم ساخته شده که اوستاکارای سنتی میرفتن آینه کاری میکردن، منتها نمیخواستم اونطوری که این استادکارهای سنتی روی دیوار اون آینه کاریایی که انجام میدن به صورت مستقیم بیارم توی کارم. اون کاری که خانم منیر فرمایان میکردند خب یک به اصطلاح اشاره خیلی مستقیم هست به فرهنگ سنتی آینه کاری در ایران. خب برای خیلی ها هم جذاب هست، خصوصا خارجی ها که این آینه کاری رو کمتر شاید دیدن. بنابراین شما نگاه میکنید میبینید که کارهایی که خانم فرمایان انجام دادن با آینه خیلی مورد توجه قرار گرفت و
خیلی از موزه های بزرگ دنیا از این مجموعه کارها رو در دل خودشون دارن. من این اشاره مستقیم رو یا اون کاربرد مستقیم آینه کاری رو خیلی مد نظرم نبود. این بود که اومدم به اون شیوه که خودم دوست داشتم آینه ها رو برش دادم و در داخل این جایگاه ها یا خونه ها مطابق اون طرحی که داشتم میچسبوندم و خود این کار کردن با آینه باز خودش یک مشقتی رو لازم داره که خیلی سخت. این با مشقت یا با زحمت رسیدن به یک اثر رو دوست دارم من، مثل یک حجاری که با قلم و چکش یک نقشی رو روی سنگ حجاری میکنه و اون نقش دلخواهش رو به اصطلاح خلق میکنه. من هم دوست دارم با این زحمت روی بومم کار کنم. بله درسته. بعد استاد، نقش سنت در آثار شما به چه صورته؟ یکی از ویژگی هایی که آثار شما پیوند عمیق با سنت های ایرانی داره در واقع اینکه چطور از هنرهای سنتی مثل نگارگری یا نقوش قالی الهام میگیرید و اونها رو در آثار مدرنتون بازآفرینی میکنید. ببینید، فرهنگ تصویری ما از دوره هخامنشی تا کنون یک فرهنگ بسیار غنی هستش. ما اگر که بیایم تاریخ هنر خودمون رو بهش یک نگاهی بکنیم میبینیم که این یک پیوستگی درش هستش که این پیوستگی باعث شده که این فرهنگ به وجود بیاد. یعنی که شما هخامنشیان رو وقتی نگاه میکنید، نقوش هخامنشی و بعد از اون به اصطلاح گذر از اون به ساسانیان، بعد از اون خب دوره اسلامی میاد و بعد همینطور تداوم پیدا میکنه تا قاجاریه و پهلوی. یک نگاه پیوسته‌ای وجود داره و یک زنجیره‌ای پیوسته است که ما میبینیم این به مرور استحاله شده و رسیده به امروز. قاعدتاً کاری که ما امروز میکنیم هم نمیتونه بدون پیوستگی به این گذشته خودمون باشه. من احساس میکنم که در دوره قاجاریه ما یک فرهنگ، درسته که در اواخر قاجاریه مدرنیته وارد فرهنگ ما شد و تحت تأثیر قرار داد هنر ما رو، خصوصا در این به اصطلاح نقاشان هلندی که خیلی تأثیر گذاشتن روی نقاشی دوران قاجار. اما میبینیم که قاجاریه تونست اون تصاویر رو هضم بکنه در خودش و یک تصویر جدیدی رو عرضه بکنه و یک مجموعه ای رو عرضه بکنه که یک شخصیت ایرانی داره. در دوره پهلوی یک وقفه ای افتاد و اون همون اتفاقی بود که هنرمندان ایرانی رو فرستادن خارج ایران و در اروپا با هنر غربی آشنا شدن و همون رو آوردن ایران و حدود به نظرم 20 سال این تقلید از هنر اروپایی به صورت خالص تداوم پیدا کرد، خصوصا در آموزه های دانشکده هنرهای زیبا بعد از 1300
320 و یک دفعه مسئولین و یا متولیان وقت به خودشون اومدن که این چه کاریه که ما فرهنگ غربی رو عین به عین بخوایم اینجا پیاده کنیم، مثلا اکسپرسیونیزم رو، امپرسیونیزم رو یا کوبیزم رو. این بود که به فکر افتادن که چیکار بکنیم که هنر ما یک هویت داشته باشه. بعد از اون سقاخونه، نقاشان سقاخانه به وجود اومدن و مجموعه‌ای که ما میبینیم که اگر که یک مروری به کاراشون داشته باشیم میبینیم یک پیوستگی باز با هنر قبل از پهلوی اواخر قاجار داره. این کار نقاشای سقاخانه ضمن که هویتمند هستش و فرهنگ خودی رو در دل خودش داره، پیامی از فرهنگ خودمون داره، ضمن اون مدرن هم هست. خب درست. این راهکار چیزی هستش که من به ذهنم رسید که ما بعد از انقلاب هم قاعدتاً بایستی همین رو تداوم میدادیم، به اضافه اینکه یک مقدار جنبه های نوگرایانه تری رو در آثارمون داشته باشیم. به نظرم کاری که من کردم تو اون کارهای خاکسترین و نقشه برجسته میتونه ادامه همون کار نقاشایی باشه که در دوره سقاخانه کار کردند و فرهنگ خودی رو در کارشون لحاظ کردند. من از ادبیات استفاده میکنم، گاهی از خط نوشته توی کارم استفاده میکنم با اون شیوه خودم و از نقوش سنتی استفاده میکنم، از فرمهایی که ما در زندگی شخصیمون داریم. خیلی چیزایی که شما میبینید که مربوط به خیلی از المانهایی که معاصر هستن، اما اینها اومده توی کار من به شکلی که تداوم داشته باشه با نقاشی قبل از خودم. درسته. استاد، به نظر شما تلفیق سنت و مدرنیته در هنر امروز ایران چه جایگاهی داره؟ آیا هنرمندان جوان هم باید به این پیوند توجه کنن از نظر شما؟ من فکر میکنم به اون چیزی که بعد از دوره مدرن به وجود اومد یک تفکری بود که اسمش رو گذاشتن پست مدرنیزم. پست مدرنیزم از جمله ذهنیت هایی است که بعد از دوره مدرن به وجود اومد و البته برخی از متفکرین در کار هنری یا در فلسفه به این نتیجه رسیدن که دوره مدرنیزم یا مدرنیته تمام شده و بایستی برگردیم به سنت‌های تصویری خودمون و یا فرهنگ سنتی خودمون و به بنبست رسیده مدرنیسم. برخی دیگه از متفکرین پست مدرن این ایده رو دارن که مدرنیسم به پایان نرسیده، پس از اون میتونه با تلفیق عناصر سنتی یا فرهنگ سنتی به یک غنایی دست پیدا کنه که این یک حرکتی در اون سیر و تداوم خودش در هنر رو داشته باشه و حفظ بکنه. بنابراین شما میبینید که مثلا در یک دوره‌ای
نمای ساختمون ها معماران میان از تلفیق دو عنصر سنتی و مدرن استفاده میکنن. گاهی سنگ رو میان تلفیق میکنن با مثلا یه متریالی مثل مس، یا ترکیب دو عنصری که ناهمگون هستن رو اینها میان در کنار هم دیگه استفاده میکنن. به نوعی رجعت میکنن به گذشته و در تلفیق این دو میرسن به یک هماهنگی که مطلوب جامعه امروز هستش. در کار هنری هم همین اتفاق میفته. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که شیوه هایی رو ما از نقاشی مدرن میگیریم، با اون متریالی که خصلت سنتی داره تلفیق میکنیم، به یک مجموعه و ترکیب جدید میرسیم. پست مدرنیزم با این ایده میاد راهگشایی میکنه پس از مدرنیزمی که قبل از اون در قرن 20 به وجود اومده بود. مثلا شما نگاه میکنید، شاید این خیلی مستقیم نبوده که مثلا آقای پرویز کلانتری میاد از کاهگل استفاده میکنه و روی بوم با ترکیبی از آموزه های مثلا کوبیستی و فرم های مینیمال به یک شکلی میرسه که برای ما خیلی خوشاینده. دلیلش هم اینه که ما رو یاد یک متریالی میندازه که در قدیم وجود داشت روی ساختمان‌های، روی بناهای قدیمی و روستایی، ضمن این که این اومده از این استفاده کرده روی یک زمینه‌ای که خیلی هماهنگی داره با نقاشی مدرن. درسته. استاد، طی گفتگویی که ما دیشب داشتیم در واقع یه سری از مخاطبین سوالای جالبی رو از ما داشتن که من مطرح میکنم راجبشون صحبت کنیم. اینکه در واقع اگه بخواید یه توصیه طلایی به هنرمنده جوان داشته باشید، اون توصیه چی میتونه باشه؟ یکی این که هنرمند جوان نباید عجله بکنن. یعنی آره، یعنی یه دفعه فکر نکنن که حالا مثلا یک نگاه بکنن توی گوشیشون 4 تا مثلا کار نقاشی رو میبینن و بعد میخوان عین یک نقاشی که 60-70 سال کار کرده و تجربه کنه همون رو کپی بکنه. تداوم کار خیلی مهمه. شما وقتی نگاه میکنید مثلا میبینید که پیکاسو یک آجری رو از زمین ور میداره و بعد روش امضا میزنه و این وقتی میاد عرضه میشه هزاران به اصطلاح خواستار پیدا میکنه. این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که یه آدمی مثل پیکاسو امضا زده. حالا یک جوونی رو نگاه میکنیم بعد مثلا 4 سال کار کردن در دانشکده، بعد یک دفعه یه آجری رو ور میداره این پیکاسو، یه امضا میزنه روش و انتظار داره که حالا همون نتیجه‌ای رو بگیره که پیکاسو گرفته. من خودم همیشه فکر میکنم که شخصیتی مثل پرویز تناولی که انشالله خداوند ایشون رو برای ما حفظ بکنه، یک همچین شخصیتی یک گذشته‌ای داره، حدود 70 سال 75 سال جستجو در
هنر و فرهنگ ایرانی و بعد خلق کرده کارهایی رو که خوشایند ما و خوشایند تاریخ هنر هستش. بنابراین این کار ماندگار میشه. ولی کاری که تقلید بشه و کاری که همینطوری ما بدون هیچ پشتوانه‌ای بیایم تقلید بکنیم، خصوصا هنرمندان جوان ما که من امروزه نگاه میکنم، میرم نمایشگاه ها رو میبینم، نگاه میکنم، سر تا سر تقلیدی است از اون چی که دیگران انجام دادن. حالا تقلید بد نیستش به نظر من، ولی اینی که شما یک دفعه انتظار داشته باشی که با یک نمایشگاه یا 2 نمایشگاه گذاشتن یا با 4 تا کار کردن اون نتیجه ای رو بگیری که پرویز کلانتری یا پرویز تناولی گرفتن، این ممکن نیست. اون سابقه و اون رزومه و اون کار و اون مشقتی که هنرمندا در طی سالیان سال متحمل میشن باعث میشه که دریافت هایی داشته باشن و این دریافت ها برای تاریخ ما ارزشمند هست. اینه که جوون ما نباید عجله بکنه و نباید خیلی فکر کنه که یک شبه میتونه راه 100 ساله رو طی بکنه. باید کار بکنه، طراحی اونقدر باید طراحی بکنه، اونقدر باید کار ببینه، اونقدر باید کار بکنه تا بشه مثلا حسین زنده رودی، تا بشه عرب شاهی، تا بشه مثلا پیکاسو. اینه که کار کردن و اون رزومه کاری و اون پشتوانه کاری، این خودش خیلی تأثیر داره روی جذابیت کار و پذیرش کار و ما نباید این رو فراموش بکنیم. بله درسته. سوال دیگه ای که خیلی مطرح شده اینه که تجربه تدریس شما در دانشگاه چطور نگاهتون رو به نسل جدید هنرمندان شکل داده؟ من از حدود سالهای 1359 در دانشکده هنرهای تزیینی که بعد شد دانشگاه هنر تدریس داشتم تا 1400 که بازنشست شدم. تقریبا میشه گفت 51 سال من کار تدریس رو داشتم. 43 سال به صورت مستقیم و به صورت رسمی در دانشگاه هنر کار کردم و احساس من اینه که در وهله اول مشکلی که به وجود اومده پذیرش زیاد دانشجو در رشته‌های هنری که به نظر من خیلی لازم نیستش که ما اینقدر دانشجو بگیریم. در دوره ما در قدیم، خب اون موقع که من تحصیل نقاشی رو در دانشگاه تزیینی شروع کردم، شاید مثلا انگشت شمار دانشجویانی بودن که این رشته رو انتخاب کرده بودن، در حد مثلا 10 نفر کلاس ما بود. در همین حدودم در دانشکده هنرهای زیبا قبل تر از ما خیلی کمتر بودن، یعنی دانشجویان رشته های هنری خیلی انگشت شمار بودن و الان هم نگاه میکنیم همون تعدادن که کارهاشون مطرح میشه و عنوان میشه. حداقل 1000 تا دانشجو ما داریم که در هر سال در رشته نقاشی و یا مجسمه سازی فارغ التحصیل میشن. من اینا رو دیگه نمیبینم فارغ التحصیل شدن. خیلی عجیبه. من یک بار اومدم
شمارش کردم در طول دوران مدیریتم در دانشکده یه چیزی حدود 10,000 دانشجو ما تربیت کردیم و فارغ التحصیل دادیم. از این 10,000 دانشجویی که ما از تحصیل به اصطلاح فارغ کردیم، از اینا چیزی نمونده. امروز نگاه میکنم خیلی انگشت شمار هستش. به نظرم این رشته های هنری خصوصا نقاشی، مجسمه سازی چیزی نیستش که ما مثل شیمی و فیزیک و علوم تجربی و اینها باش برخورد بکنیم و دانشجو بگیریم. این قاعدتاً بایستی کنکور اختصاصی داشته باشه، با کنکور سراسری ادغام کردن این رشته و پذیرش رشته کار خبطی هستش، برای که هر کسی میگه خب من رشته مثلا اینو میزنم اونو میزنم، 100 تا رشته میزنه، بعد میگه در کنارش رشته های هنری رو میزنن. و خیلی از دانشجویان که قبول میشن فقط میان برای که بتونن مدرک بگیرن و بعدم اینا دیگه بعد از اینی که گرفتن بعد تمام میشه. بعد از اون به دلیل اینکه اون تعلق وجود نداره و بایست یه کاری بکنن، میفتن به کپی کاری و میفتن به اینی که ما مثلا یه الگویی در میارن و عین همون شروع میکنن به نقاشی کردن. چون نقاشی کردن که تا یه حدیش اکتسابیه، یعنی شما میتونید مثلا یه درخت رو بکشید، میتونید مثلا رنگگذاری بکنید، میتونید همه این کارا رو بکنید. این نقاشی این نیستش. نقاشی اون جستجوی مداومی هستش که شما دارید روی بوم انجام میدید و دارید با یک ذهنیتی و با یک تفکری دارید خلق میکنید. اون اصل قضیه است. و اینه که نقاش یا کسی که واقعا این تعلق داره به این رشته هیچ وقت حاضر نیست در مقابل اون جاذبه های دیگری که براش پیش میاد نقاشی رو ول بکنه. شما یک هنرمند رو نمیتونید چیزش بکنید، فریبش بدید با یه به اصطلاح جاذبه های دیگری و تا دست برداره از کار هنریش. اون کار خودشون میکنه همیشه. اگر اینه که ما نگاه میکنیم میبینیم که خیلی از این کسانی که فارغ التحصیل میشن، بعد من گاهی بهشون برمیخورم توی خیابون یا جایی مختلف، میگم چیکار میکنی؟ میگه هیچی، من مثلا رفتم یه جا دارم کابینت سازی میکنم، یکی میگه من رفتم دارم کار نمیدونم کامپیوتر میکنم. همینطور یه کاره اینجوری مثلا دانشجویی که فارغ التحصیل میشن از این دانشگاه هایی که مثل دانشگاه آزاد همینجور فوج و چیز، بعد نگاه میکنیم میبینیم هیچ کدوم در اون رشته خودشون مشغول به کار نمیشن، سراغ یک کار دیگری که بتونن ازش پول در بیارن. استاد، چیزی که برای خود من خیلی جالبه، یعنی طی این سالهایی که تجربه داشتم، خب البته من هنوز شاگرد شما به حساب میام در مقایسه با فردی مثل شما، ولی چیزی که برای من خیلی مهمه به نظر خود من توی کشور ما ایران الان، چون من با هنرمندای زیادی در کل میشه گفت سر و کار دارم، چه از شرق دور، آفریقا، آمریکا، با محله ها و قومیت های مختلف، فرهنگ های متفاوت. بعد خیلی کارهای انتزاعی آبستر زیاد جلوی دست من، یعنی در واقع خیلی زیاد من توی آرشیو و مجموعه خودم دارم و برای من خیلی جالبه. مثلا یه آرتیست هست که از ژاپن من کارشون رو دنبال میکنم، ایشون کاملا وقتی کارشون نگاه میکنی اون حس ژاپن رو دریافت
میکنی. مثلا جالب اینجاست که هنرمندی که توی هنگ کنگ با اینکه شاید مثلا از همون میشه گفت تقریبا نزدیک باشن، ولی کاملا مشخصه مربوط به هنگ کنگه، یا اونی که تو اسپانیاست، اونی که توی حالا ایتالیا. میخوام یه چیز جالبی که برای من وجود داره و دوست دارم دربارش با هم صحبت کنیم اینه که توی این هنر، توی این ببخشید شیوه اجرایی، ما فکر میکنین چطور میتونیم اون ایرانی بودن خودمون رو قبل اینکه اصلا مخاطب امضای ما رو ببینه متوجه بشه حالا ما از کشور ایرانی، یا مثلا بیوگرافی منو ببینه، اون اثر رو ببینه چطور حس ایرانی بودن رو ازش دریافت کنه. چون همینطور که میدونیم آبستری یه خورده دست و پای آدم رو محدود میکنه، به خاطر اینکه شاید مثلا نسبت بازم به خود شیوه انتزاعی باز یه گریزی میتونی بزنی که بعضی موقع یه سطوحی، یه احجامی، یه چیزی توش مشخص باشه. اما آبستری صرف که مثلا فقط با متریال داری پیامو انتقال میدی، من میخوام بدونم که شما نظرتون راجع به این چیه که چطوری میشه به مخاطب اون ایرانی بودنش رو خیلی شفاف در واقع انتقالش بدی. شما نظرتون راجع به این چیه؟ من دیشبم عرض کردم، ببینید عامل جغرافیا مهمترین عاملی است که حادث میشه توی به وجود اومدن یک هویتی. شما اگر که در همین محدوده جغرافیایی کشور خودمون ایران رو مد نظر داشته باشین، نگاه میکنید میبینید که افرادی مثلا در خراسان یک لهجه دارن، در مثلا سمنان یک لهجه هستش، در تبریز، در تهران، در شمال و در جنوب. این عامل جغرافیا خیلی مؤثر میشه روی لهجه افراد، یعنی تأثیر میذاره اون انرژی که وجود داره در جو روی کره زمین. فک شما طوری حرکت بکنه که یک کلمه رو یک به نحو خاصی که مربوط به اون جغرافیا هست شما ادا بکنید. همینطور طرز لباس پوشیدن، مثلا شما نگاه بکنید در کردستان شلوار جافی مرسوم هست. دلیلش این هست که خب این شلوار مختص آب و هوای کردستانه. یا در سیستان و بلوچستان نوعی لباسهایی مرسوم هستش که مخصوص اون آب و هواست. این رو بگیرید داشته باشید، تمام به اصطلاح شؤون زندگی متأثر میشه از همون آب و هوا و اون انرژی که بر اون قسمت از کره زمین ساطع هستش. شما رنگ پوست رو ببینید، رنگ پوست مثلا شرقی ها با غربی ها، یا مثلا افریقایی ها با اروپایی ها، یا سرخپوستای امریکایی با سرخپوستای مثلا شمال کانادا، اینها همه تأثیر و برگرفته از اون عامل جغرافیا هستش که مؤثر واقع میشه توی تولید آثار. حالا ما وقتی میایم حتی یک متن ادبی میخوایم بنویسیم، این از متن و نوع نوشتار ما فرق میکنه با اون نوشتاری که در مثلا هندوستان هست یا در ژاپن و چین هست. نقاشی هم که میکنیم همینطور. حالا شما ببینید چطوره که نقاشی ما از چین در دوره تیموریان، در دوره مغول وارد میشه و میاد وارد ایران میشه و توی ایران یه دفعه تبدیل میشه به مکتب تبریز و بعد از اون مکتب اصفهان و نگاه میکنید تغییرات رو. مثل یک آدمیه که شما از مثلا اروپا بیاد در تهران یه مدت زندگی کنه، نگاه میکنید میبینید اصلا تمام عادات و رفتارش
شبیه ایرانی ها شد. بنابراین نقاشی ما هم تأثیر میگیره از اون فرهنگ یا اون جغرافیایی که ما داریم. حالا اگر که قرار باشه که من جکسون پالاک رو بیام کپی بکنم در تهران و بخوام این رو غالب بکنم، اینجا نمیفته به هیچ عنوان. نمیشه. کما اینکه اون در اون دوره‌ای که هنرمندان ما سعی کردن غرب رو بیارن به ایران و تقلید کردن، به قول مرحوم الخاص میگفتش که مدرنیزم وارداتی و این جا نیفتاد. بعدش بالاجبار نگاه میکنیم میبینیم که یه چیز دیگه به وجود اومد که کاملا ایرانی بود. به همین دلیل این نقاشی که مثلا مینیاتور از چین وقتی وارد ایران میشه، تو ایران با این جغرافیا حل میشه در این جغرافیا و میشه ایرانی. وقتی نقاشی نقاشان هلندی در اواخر قاجار میان و تأثیر میذارن روی نقاشی دوره قاجار، باز نگاه میکنیم این انگار اون میاد حل میشه، مثل یه جوهری که شما میریزین توی یه لیوان آب که حل میشه و دیگه اون تأثیر اولیه‌اش رو از دست میده. بنابراین هر چیزی که میاد در ایران یا در یک فضای دیگری قرار میگیره، از یک مکانی به یک مکانی دیگه، بعد یه مدت توی اون مجموعه مزمحل میشه و شکل اون منطقه رو به خودش میگیره. این چیزیه که ما باید توجه داشته باشیم بهش. فکر نکنیم که اگر مثلا یک اثر نقاشی رو که مربوط به مثلا سرخپوستای امریکایی بود بیایم اینجا مثلا کپی بکنیم و اینجا بیفته اینجا. نه، جا نمیفته، برای که اون مربوط به اون فرهنگه و به اون منطقه و اون شرایط جغرافیایی. این خیلی مهمه که ما باید توجه داشته باشیم. تقلید صرف رو بذاریم کنار و اون کار خودمون رو بکنیم. کار خودمون هم که بکنیم نگاه میکنیم میبینیم که همون چیزی به وجود میاد که اون خصوصیت های خودی رو داره و اونه که همیشه مطلوب مردم قرار میگیره. یعنی شما هی برید نقاشی غربی رو یا نقاشی دیگران رو کپی بکنید بیاید اینجا، میبینید که جا نمیفته. یعنی اون کسی که حالا میخواد اثر شما رو بخره دوست داره کاری رو بخره که احساسات خودش رو درش ببینه یا اون فرهنگ خودی رو درش ببینه و یک خاطراتی رو از اون زنده بکنه. دقیقاً باش در واقع ارتباط بگیره. دقیقاً همینطوره. خب استاد، ما یه جمع‌بندی داشته باشیم، اینکه از دوستان عزیز گفتگوی امشبمون با شما برای من واقعا الهام بخش بود و اینکه از مسیر هنری پربار شما ما درس گرفتیم و اینکه آثاری که در فضاهای شهری تا نگاه عمیقتون به سنت و نوآوری که داشتین نکات ارزشمندی رو ما دریافت کردیم و من اینجا از شما تشکر میکنم که در همراه ما بودین. باز دوباره این زمان رو برای ما گذاشتین. به خاطر مشکلاتی که دیشب پیش اومد متاسفانه فیلم ما از دسترس خارج شد، نشد که من داشته باشمش. به خاطر همین باز ازتون تشکر میکنم و اینکه دوستان اگر که بخوان کار شما رو دنبال کنن توی نشریه آورد، درست میگم؟ نشریه آورد میتونن کارتون رو دنبال کنن و همینطور پیگیریتون کنن از گالریا و صفحات رسمی که دارین. میتونن با شما ارتباط برقرار کنن. این نشریه آورد رو شما از کجا آوردین؟
من تو نت سرچش کردم استاد، نمیدونم بله درست. آره تو نت بله. سرچش کردم، خواستم دیگه بدونم که این درسته، چون نه خیلی تو سر هست. نه ببینین، من در یه دوره برادر خانومم کاراتکا بودن و آها. بله ایشون رفتن که یک امتیاز یه مجله رو بگیرن برای اون مجله رزمی. بعد آها. گفته بودن که شما بایستی مدرک نمیدونم لیسانس داشته باشید، چی داشته باشید، یه مدرکی باید داشته باشین. این بود که ایشون چون تحصیل کرده خارج بودن، خارج از کشور بودن، اومده بودن ایران، میخواستن یه نشریه را بندازن، این مجوز بهشون نمیدادن. من رفتم گفتم که به من میدین؟ گفتن بله. یه نشریه رو ما اون موقع من مجوزش رو گرفتم تحت عنوان آورد به من همون آوردگاه یا میدان رزم، یه مجله رزمی بود که من هیچ دخالتی درش نداشتم، فقط امتیازش رو گرفتم و کشون کردین در واقع. ولی دوستان اگه بخوان کار منو دنبال بکنن باید به صفحه اینستاگرامی من مراجعه بکنن و قاعدتا توی اینترنت هم هر جا مراجعه بکنن و سرچ بکنن کار جدید من کارا میذارم. بله خوشبختانه این فضای جدیدی که به وجود اومده توی اینترنت و اینستاگرام و واتساپ و این فضای مجازی خیلی تونسته کمک بکنه به ترویج و تبلیغ آثار و اینکه خیلی زود ما میتونیم دسترسی پیدا بکنیم به هر پدیده‌ای، حالا اثر هنری یا یافته‌های علمی هستش. دقیقاً. این خب خیلی در واقع دسترسی به اطلاعات خیلی سرعتش بیشتره. بله. یعنی ویژگی خاص و منحصر به فردش اینه، واقعا به سرعت میشه به همه چیز احاطه داشته باشید. البته خوشحالی کسایی که به نظر من میتونن به نفع اون اشتیاق و علاقه‌ای که دارن از این مطالب استفاده کنن، چون گاهن خیلی از افراد فقط برای اینکه یه حرفی داشته باشن، یه جا بتونن یه صحبتی بکنن، همش میخوان که سررشته تو همه موارد داشته باشن که فکر می‌کنم اصلا این جالب نیست. خب آدم فقط تو مواردی که منحصر به اون تخصصشه یا حداقل تو حواشی اون یه مقدار هست بیشتر سعی کنه که از این اطلاعات خیلی خوبتر استفاده کنه. دوست دارم تشکر میکنم، مرسی از شما. بیشتر از این دیگه وقت شما رو نمیگیرم. خیلی ممنون از شما. از شما خداحافظی میکنم. ما از مخاطبین عزیزم خداحافظی میکنم. لطف کردین. خواهش میکنم، خوشحالم کردیم. شبتون بخیر. خدا نگهدار. خدا. دوستان عزیز، ما در واقع لایوهای خودمون رو هفته سعی می‌کنیم که داشته باشیم. هفته آینده روز یکشنبه ما در واقع با استاد کیومرث قوچیان این لایو خواهیم داشت و خوشحال میشم که اونجا هم اون روز اون شب در واقع توی اون ساعت همراه ما باشین. از همگی شما خداحافظی میکنم. شب خوبی داشته باشین.